سلام. امروز در تاجیکستان هر کجایی که نروید جوانان دایر به عکس و معاشرتشان در فیسبوک، ادناکلاستنیکی، کانتاکت و دیگر شبکه‌های اجتماعی صحبت می‌کنند. اخیراً یک تحقیقات یا پژوهش نشان داده است که طرز رفتار در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک می‌تواند به زندگی واقعی شما تاثیر منفی گذارد و حتی مناسبات یک جفت را ویران کند. به خاطر صحبت درباره این موضوع رستم قاسیموف، دیرکتور فوند جمعیتی اینترنت، اسومدین عطیف، دیرکتور اسوسیاسیون دسترس کنندگان اینترنت، محمد عبادلوف، متخصص پیشبر فوند جمعیتی تشبث شهروندی سیاست اینترنت و فرشتما گل و متخصص پیشبر دیگر همین فوند را با همراه سهراب نیازوف، رهبر مجله ICT4D، مجله مخصوص درباره فناوری‌های اطلاعاتی، به صحبت دعوت کردیم و شروع می‌کنیم از رستم قاسم. در میان کاربران فیسبوک در تاجیکستان که مردمش سنتاً گپی خصوصی را بیرون نمیبرانند، دیده می شود که آشکارا در شبکه‌های اجتماعی مثلا فیسبوک مسائل خانوادگیشان را بنویسند. در شبکه‌های اجتماعی مردم اون چیزی که در حیات حقیقی میکنن همون چیز رو انعکاس میکنن. تنها یگانه فرقیت این است که در حیات مجازی امکانیت‌های تکنیکی رو نیز استفاده میبرند و فکر شخصی من این است که اون چیزی که در حیات حقیقی است اون در حیات مجازی انعکاس می‌یابد. یعنی که اگر که در حیات حقیقی مثلا اون چیزی داخلی که اونها دارن به بیرون برورند و به این چیز عادت کرده باشن، در شبکه‌های اجتماعی نیز همین کارو میکنن. نظر شما راجع به این که آیا نوشته اگون شخص یا مثلا گذاشتن عکس زیاد از طرف یک شخص در فیسبوک تا چه حد میتواند نظر کسی دیگر را نسبت به او تغییر دهد، نظر خانواده، نظر دوستش یا کسی دیگر؟ البته از جهتی اگر زن نظر اندازیم به تمام این خدمت رسانی شبکه اجتماعی، در تجربه خود من بسیار با دختران و جوانان واخورده بودم که این گونه عمل آورده رسند تا آن دمی که آنها نمیدونستن با کجا مراجعت کنند تا اینکه عکس‌های خود را از این شبکه اجتماعی گرفته توانند. آنانی که به حد اندازه زیادی عکس‌ها دارند در صفحه شبکه اجتماعی خود و این باعث البته نفهمی بین والدین و اون جوانان میگرده. شده است که یگان نفر رو شما از صف دوستان خود برای نمیدونم گذاشتن عکس زیاد خارج کرده باشید؟ من اول اینکه وقتی که من دوست ها رو در صفحه خود قبول میکنم، من اون دوست ها رو پیشکی میشناسم و در اینجا باید گفت که چقدر که عکس جای نکنن شرط نیست که دوست از صفحه خود خارج کرد. تنها همون در با واسطه تگمچه‌های نصب کنی این تغییرات در آوردن ممکن است که عکس‌های آنها را نبینی. لیکن گفتن که با مقصد نوشتجات زیادشون، با مقصد عکس‌های زیاد گذاشتنشون که من دوستا را خارج کرده باشم، نشده است. هر کسی که میخواهد خوب از شبکه‌های اجتماعی استفاده برد، او باید که اول معین کند که با کدام مقصد استفاده بردن میخواهد. اگر که مقصد معین شد، یعنی که اگر مقصد کاری باشد، در گروه‌های باید باشد که عموما به کارش وابستگی دارد. همه دوستانی که با مقصد کاری می نویسند در صفحهش پیدا شود، از دیگر گروه ها برآید و می تواند نوشته های دیگر رو پنهان کند. به نظر شما تا چه حد مثلا یک شبکه اجتماعی می تواند سبب بد شدن مناسبت یک نفر با نفر دیگر در زندگی واقعی شود؟ در جمعیت حاضره ما تاجیکستان نهایت تاثیر سخت رسانیده میتواند مثبت باشد، میتواند منفی باشد. حیات مجازی علل خصوص شبکه‌های اجتماعی و در حالت کنونی خودی فیسبوک، یعنی اگر اندیشه نسبت کاربر پیدا گردد در فیسبوک، میتواند که بیشتری دوستان اون رو اندیشه آنها رو نسبت او تغییر دهد. خود شما هم در شبکه‌های اجتماعی هستید، در توییتر هم هستید. تا چه حد از این شبکه‌ها به منفعت خود استفاده بردید و تا چه حد مثلا مناسبت شما شاید با کسی
ویران شده است. آیا چنین حادثه بود یا نه؟ اساساً شبکه‌های اجتماعی رو من برای جستن یا که دریافت کردن یگان معلومات، خبر و دانش استفاده میبرم. واقعا یگان مرتبه حادثه نشده بود که من با یگان کس از در شبکه‌های اجتماعی ناراحت شده باشم یا اینکه جنگ کرده باشم. سببش آن است که هنگام همراه کردن به رویخط دوستان پیش از آن من میبینم که وای آدم کیست و چی کار میکند، یا اینکه شناس هست به من یا که شناس نیست. اولا همین رو من میسنجم. واقعا همین. وقتی شما را بیشتر از این نمیگیرم، فقط یک به یک از شما میخواستم که توصیه های خود را درباره آن بگویید که چی باید کرد تا فیسبوک یا شبکه اجتماعی دیگر سببی بد شدن مناسبت با دوست شما یا خانواده شما در زندگی واقعی نشود، برعکس از این شبکه ها به طور احسن استفاده کنند. و چی کار باید کرد که مثلا شبکه های اجتماعی در رشد نمیدونم فرهنگ مردم یا افکار اجتماعی نقشی مثبت بازی کنند؟ پیش از همه میخوام قید نمایم که هر یک کاربر هنگامی که از اینترنت استفاده میبره، البته اینترنت به حد خوبی و بدیهای زیادی داره و هر یک کاربر باید پیش از همه از برتری های این اینترنت استفاده بکنه. یعنی که دختران باشد نمیدونم راههای پخت و پز و عموما آرایشات موی نگاه کنند، عموما شعر نویسی و کتابخوانی و بایگرداندنی گرفتن معلومات های نو تا اینکه دانش خود رو سیقل دیم. تشکر. پیش از همه ما باید کوشش به خرج دهیم که تکنولوژی های امروز ما بیشتر همچون استعمال کننده اونها رو استفاده میبریم با واسطه استحصالات گذرد. یعنی ما نه تنها استعمال کنیم، معلومات گوناگون رو گیریم، دانش اندوزیم، آشنا شویم، بلکه چیزی نیز سازیم که با نیاز ما میخورد و درد ما میخورد در جامعه ما. و توسط همین گذشتن از کاتگوری استعمال کننده به استحصال کننده ما میتوانیم فرهنگ اطلاعاتی رو نیز مستحکم گردانیم. توصیه شما برای استفاده خوب شبکه‌های اجتماعی؟ میخواستم از همه این استفاده برندگان شبکه‌ها یک درخواست کنم که تا که شبکه‌های اجتماعی رو نه بلکه برای وقت گذرانی، وقتی بیهوده گذراندن، بلکه دریافت کردن یگان معلومات، دریافت کردن دانش استفاده برند بیشتر فایده میرساند. البته شبکه‌ها از اول وقتی که پیدا شدن، مسنجر رو پیدا شدن برای معلومات، برای معاشرت بود، بلکه حاضر شبکه‌هایی که هستند مثل توییتر و فیسبوک و یوتیوب، اینها نه تنها برای معاشرت و چخچخ، بلکه بسیارتر معلوماتی مفید دادن بیشتر بنیاد کرده شدند و اینکه کشادن جهان به چشم استفاده برندگان، بلکه شما میتوانید از جای نشست میتوانید با دیگر شخصان معاشرت کنید و معلومات رو خوانید. من بیشتر توییتر رو چی ناز میبینم که هنگام فالو کردن اکانت رادیو آزادی من بیشتر خبرهایی که در تلویزیون بگاه نشر میکنن من بیشتر در حال زمان در سایت شما جایگیر شود در اونجا میخونم. یعنی که معلومات رو من پیش از دیگران میخونم. من میخواستم توصیه دیم نه تنها برای استفاده خوب شبکه‌های اجتماعی بلکه عموما برای استفاده خوب تکنولوژی اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی. پیش از همه تکنولوژی ها امکانیت های وسیع رو به میان آورد. البته این امکانیت ها رو برای یگان کار خوب استفاده برده میتوانیم و یا برای بیهوده وقت گذرانیم. و خوب می بود اگر که پیش از همه جوانان، از بس که قسم زیادی اهالی تاجیکستان جوانان
ҷавонони то синни 32 сола ташкил медиҳанд. Бисёр хуб мебуд агар онҳо технологияҳоро инчунин шабакаҳои иҷтимоиро баҳри рушди худ, баҳри ҳалли мушкилиҳое ки дар зиндагӣ доранд, барои рушди ҷомеа истифода баранд, хеле хуб мешуд. ва ин технология имконияти аз байн бурдани мушкилиро дорад ва имкон медиҳанд ки агар ягон малакаҳои дошта бошанд барои корёбии онҳо бисёр роҳи осон мешавад. ва ин муҳити маҷозӣ имрӯз ба муҳити ҳақиқии корӣ табдил ёфтааст. و اینجا رسیدیم به پایان صحبت امروزه. بسیار سپاسگزاریم که وقتی گرانبهای خود را دریغ نداشتید و به ما پیوستید. خوشحال میشویم. بینندگان ارجمند اگر نظر و اندیشه خود را راجع به این موضوع به ما نویسید. وبسایت ما را که میدانید azadi.org